ردیاب یونی ماینرو یک دستگاه تشخیص فلزاتی که به طور خاص برای شناسایی طلا و نقره طراحی شده و از تکنولوژی تشخیص یونی یا الکتروستاتیک استفاده میکنه. این دستگاه توسط شرکت برزیلی ماینرو تولید شده و به عنوان یکی از ردیاب‌های با دقت بالا در زمینه جستجوی فلزات گرانبها شناخته میشه. ماینرو قادره طلا و نقره را از سایر فلزات تفکیک کنه و به کاربر در تعیین نوع فلز کمک کنه. این دستگاه با استفاده از حسگرهای حساس یون‌های منتشر شده از طلا و نقره رو تشخیص میده. دستگاه با نزدیک شدن به هدف هشدارهای صوتی و نوری به کاربر ارائه میده تا به راحتی بتونه هدف رو شناسایی کنه. این دستگاه دارای برد و عمق کاوش قابل توجهیه که به کاربر امکان جستجو در مساحت‌های وسیع و عمق‌های مختلف رو میده. حداکثر شعاع کاری 1000 متر و حداکثر عمق‌زنی 10 متره. اگه میخواید با سیستم‌های برند جهانی آشنا بشید، همین حالا پیج شرکت پایدار معدن رو فالو کنید.